ببین وعده 4 رو میده، شاید برج 4 سال جدید باشه یا 4 ماه دیگه. آیا دعایی که مبینا برای اکبر زده تاثیر مبینا برای اکبر زده تاثیر داشته؟ آیا دعایی که مبینا برای اکبر زده تاثیر داشته؟ آیا دعایی که مبینا برای اکبر زده تاثیر داشته؟ ببین اگه محبتی بوده بله، اگه محبتی بوده میگه از ناراحتی، از اینکه خیلی خیلی ناراحتی، دلت شکسته، بلا تکلیفی، سردرگمی، حالت خوب نیست، برای ارتباط گرفتن این دعا رو انجام دادی، برای ذهنش، ارتباطش و تصمیم گیریش که به سمت شما